به نام خدا و سلام. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید مردم عزیز ایران در روزهایی که با جنایت رژیم صهیونیستی روزهای خاصی از تاریخ داره برای ما ورق میخوره. ما هر کدوم مسئولیتی در هر اجتماعی که زندگی میکنیم داریم که در محیط خانواده، در محیط کار یا هر جایی که قرار میگیریم باید اطلاعات و آگاهی هایی داشته باشیم تا زندگی همدلانه ادامه پیدا کنه. ما در این برنامه‌ای که تقدیم حضور شما می‌کنیم با کمپین ایران یار سعی می‌کنیم که آگاهی‌ها رو به صورت سرفصل‌گونه در اختیار شما قرار بدیم یا مباحث مهمی رو مطرح بکنیم که میتونه بسیار برای شما مفید واقع بشه و رباتی داریم به اسم ربات ایران یار که میتونه از اون استفاده کنید تا اطلاعات و آگاهی‌های لازم رو برای مواقع لازم در اختیار داشته باشیم و بتونید ازشون استفاده کنیم. ولی حالا در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه شیرزاد هستیم که ایشون روانپزشک هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام، به برنامه خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه. زنده باشید. خانم دکتر، یکی از دسته‌هایی که این روزها شاید بیشتر نیاز به حمایت دارن، نیاز دارن که بیشتر کنارشون باشیم، باشون همدل باشیم، کودکان هستن. هرچند دسته‌بندی‌های مختلف برای خودش چالش‌های متفاوتی داره و اینکه والدین نسبت به کودکان و نوجوانان بایستی چه رفتارهایی داشته باشن، چه کارهایی انجام بدن، با چالش‌هایی که مواجه میشن چه اقداماتی رو باید صورت بدن، ممنون میشم در این باره صحبت بفرمایید. به درستی اشاره کردین دیگه، یعنی کودکان و نوجوانان شاید بیشتر از بزرگسالان توی این دوران در واقع تحت خطر باشن و چه کسی بهتر از والدین میتونه توی این دورانی که اتفاقا بچه‌ها باید بیشتر تو خونه هم باشن به دلیل اینکه حالا بالاخره فصل تابستان هست و مدارس هم تعطیل هست، والدین هستن که بیشترین تأثیر رو روی اونها دارن. من فکر می‌کنم یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره اینه که خیلی وقتا والدین نسبت به بچه‌ها دچار قضاوت هستن. یعنی حالا در مورد کودکشون به خصوص، یا فکر می‌کنن بچه خب همه چیزو میدونه، یا فکر می‌کنن این بچه که چیزی حالیش نیست، چیزی نمیدونه و در نتیجه بر اساس قضاوت‌های خودشون جلو میرن. خیلی نکته مهمیه که والدین بدون قضاوت اول با بچه‌ها گفتگو بکنن، ببینن که بچه‌ها اصلا چی میدونه، از احساساتش بپرسن، از اطلاعاتش بپرسن و بعد از اینکه فهمیدن چی میدونه، چقدر میدونه، بر اساس نیازش با توجه به سنش، حالا عرض خواهم کرد خدمتتون که در نوجوان این قضیه با کودک فرق میکنه، بر اساس نیازش لازمه که والدین به صورت شفاف، صادقانه، با زبان راحت و امیدبخش با بچه ها در واقع صحبت بکنن. قرار نیست که زیادی از حدم به بچه ها جزئیات رو بدن یا بچه ها رو زیاد بترسونن یا دچار وحشت بکنن. بله. حالا میدونین چی کار باید بکنن بچه ها رو دچار وحشت نکنن؟ بله. اولین و مهمترین نکته اینه که اضطراب خودشون رو کنترل کنن. یعنی اضطراب در خود والدین نباید بله. باشه. نه چرا نباید باشه؟ اتفاقا نکته مقدماتی تر همینه. همه ما به عنوان والدین و غیر والدین باید بدونیم که توی این شرایط وجود احساساتی مثل ترس، مثل اضطراب، مثل غم، مثل اندوه و خشم، اینا طبیعیه، اینا باید وجود داشته باشه. شرایط بحرانی ما، شرایط جنگ، شرایط غیر قابل پیش بینیه. کسی نمیتونه بگه که من تو این شرایط نباید بترسم، من اجازه ندارم اضطراب داشته باشم یا چرا باید غمگین باشم. اتفاقا این احساسات رو بشناسیم، بپذیریم و بدونیم که اینا طبیعی هستن، چون سرکوب اینها باعث میشه بعدا نتونیم به درستی مدیریت و کنترلشون کنیم. پس اتفاقا بحثمون به جای خوبی رفت. اول از همه والدین باید احساسات خودشون رو بشناسن، اونا رو بپذیرن و مدیریت کنن. حالا میتونن فرزند خودشون رو هم خوب مدیریت بکنن. گاهی وقتا والدین به اشتباه به بچه میگن من که نمیترسم، آدم قوی که نمیترسه، مردا که نمیترسن اگه پسر بچه داشته باشن، در حالی که احساسات در واقع جملات درست اینه که منم میترسم، چون شرایطیه که ما نمیدونستیم اتفاق میفته پس میترسیم. مهم اینه که ما کنار هم دیگه هستیم، مهم اینه که من مراقب شما هستم، من و پدر یا من و مامان، بسته به اینکه کدوم والد دارن با بچه صحبت میکنن، پیش تو هستیم و تا حدی که بتونیم ازت مراقبت میکنیم. ما کنار هم میمونیم.
گفتن این جملات خیلی صادقانه تر و کودک هم میپذیره که درست. بله این ترس وجود داره، ولی خدا رو شکر که ما در کنار همدیگه هستیم. پس خانم دکتر اون ترس اینجا دیگه سرکوب نمیشه و اتفاقا همدلی که ما دنبالش میگردیم رو بهتر رقم میزنه. اما خانم دکتر موضوع ترس وقتی که داره اتفاق میفته شاید خیلی بستگی به سن نداشته باشه، ولی برای بچه‌ها حتما میتونه بازخوردهای شدیدتری رو ایجاد بکنه. موضوع اینجاست که بچه‌ها گاهی دچار بیخوابی میشن، گاهی اوقات دچار مثلا کم اشتهایی میشن، غذا نمیخورن، گاهی اوقات مثلا بازنماییش توی رفتار بچه‌ها با پرخاشه. در این جور مواقع والدین باید چجوری برخورد بکنن؟ یه نکته خیلی خوبی شما گفتین توی صحبتتون، اشاره کردیم به اینکه به سن بچه بستگی داره. واقعا همینطوره. بله. یعنی هر چقدر که بچه‌ها از کودکی به سمت نوجوانی میرن، خب شناختشون کامل‌تر میشه. بچه کوچیک ممکن همونجوری که شما گفتین تو گریه کردن بیشتر، قشقرق کردن، غذا نخوردن، لجبازی کردن نشون بده که اضطراب داره. به سمت نوجوانی که میره میتونه صحبت بکنه راجع به این، مامان چی میشه؟ بابا حالا چی میشه؟ حالا اگه این اتفاق بیفته چی میشه؟ یعنی میتونن راجع بهش صحبت کنن. پس همونطور که شما گفتین بسته به نیاز سنی کودک ممکنه متفاوت باشه. خیلی مهمه که والدین بچه‌هاشون رو که میشناسن، معمولا هر پدر مادری میدونه بچه من دچار اضطراب میشه اینجوریه، گرسنش میشه این واکنش رو نشون میده، این لجبازیش به خاطر این مشکلشه. معمولا والدین چون با بچه‌ها ارتباط نزدیکی دارن تو فرهنگ ایرانی میشناسن مشکلشون رو. مهمه که والدین بتونن اون اختلال رو وقتی شدتش بیشتر از حد معمول میشه بشناسن و بتونن به زمان مناسب ارجاع بدن. ببینید موقعی که ما میگیم بله همه بچه‌ها ممکنه که مثلا حوصله بازی نداشته باشه، مثلا یه وقت گریهش بیشتر بشه، یه وقت با پدر مادرش بیشتر لجبازی کنه، ولی اگر ما دیدیم مثلا بچه‌ای گریه‌های خیلی شدید، قشقرق‌هایی که میتونست خطرناک در واقع باشه، مثلا بچه رفتارهایی داره سرشو جایی میکوبه یا رفتارهای خود آسیب رسان داره، اختلال خواب خیلی شدید، بی اشتهایی‌های خیلی زیاد، یه وقتی صحبت کردن از اینکه ممکنه به خودم آسیب برسونم که والدین شما ممکنه الان تعجب کنن، ولی ما اینو گاهی میبینیم در کودکان و نوجوانانی که شدت اختلال بیشتره، ناخن جویدن‌های خیلی زیاد، کودکی که شب ادراری نداشته ولی الان مدتیه که هر شب این اتفاق داره براش میفته، بله بی اشتهایی زیاد. اگر این اتفاقات وجود داره حتما ببینید اینو بدونن، والدین عزیز شما بدونن که هم مراکز دولتی کاملا باز هستن و آماده خدمت رسانی هستن، هم خدا رو شکر همین مراکز دولتی خدمات آنلاین برخط و خدمات تلفنی دارن. حتما با یک مشاوره میتوان مشخص کرد که کدوم بچه نیاز به خدمت تخصصی تر داره. با این چیزایی که ما میگیم ممکنه که مشکلش حل نشه، ولی والدین شما میتونن پیشگیری کنن، میتونن با یک سری تغییراتی که توی محیط در واقع میدن شرایط رو برای فرزندشون در واقع سلامت‌تر بکنن که حالا هر وقت شما بفرمایید به این شرایط میپردازیم. بله خانم دکتر، من خواستم مصادیقی رو بیشتر توی گفتارمون اشاره بکنیم که این روزا بیشتر باش مواجه میشیم. حالا خود لحظه‌های وقوع خطر و وقوع لحظات اضطرابزا میتونه یکی از موضوعاتی باشه که خب از چالش‌های بزرگ یک خانواده باش مواجه میشن. یه موضوع دیگه اینه که حالا در پی این اتفاقات والدین خیلی پیگیر اخبارن، همش تلویزیون روشنه، همش داره خبر میگه، تحلیل داره میشنوه، از موضوعات جنگ داره گفته میشه و همین برای ما این سوال ایجاد میکنه که رفتار ما در قبال مواجهه بچه‌ها با اخبار چی باشه؟ جلوشون رو بگیریم یا نه بیان بشینن کنار ما و بعد براشون تجزیه تحلیل کنیم؟ خیلی نکته جالبی شما گفتین. حالا راستش رو بخوایم بیشتر از این که والدین ممکنه مرتب اینا رو از صدا و سیما پیگیری بکنن که خوبه، چون صدا و سیما مرکز معتبر اطلاعات، شایعات رو، اخبار کاذب رو توش ما معمولا نمیبینیم. اما خیلی از والدین به این اکتفا نمیکنن و بعد از اینکه اخبار تموم میشه میرن سراغ فضای مجازی، از این شبکه به این کانال، از اون کانال به این در واقع گروه اطلاع رسانی و اینجوری خودشون رو در معرض خطر قرار میدن. راستش رو بخواین اصلا والدین اول باید برای خودشون این قضیه رو مدیریت کنن، یعنی این که باید توی یک خانواده پدر، مادر، فرزندان بزرگتر اون کانال هایی که ازش اخبار دریافت میکنن رو معلوم بکنن و محدود بکنن، کانال های معتبری باشن که در واقع حتی الامکان از شایعات به دور هستن. یک، پس از کانال‌های معتبر استفاده بکنیم. دوم اینکه
در واقع زمانش رو محدود بکنیم. قرار نیست به قول شما 24 ساعته ما اخبار جنگ با صدای بلند توی خونمون در واقع طنین انداز باشه. حتما باید ساعت‌های در واقع محدودی باشه. این ساعت‌ها ممکنه ساعت‌هایی باشه که بچه داره در واقع کار دیگه‌ای انجام میده، داره مثلا یه فعالیتی که ما براش تعریف کردیم. ممکنه یکی از والدین لازم اخبار رو گوش بکنه، والد دیگه با بچه در واقع مشغول یک فعالیتیه که اتفاقا تمرکز بچه رو از روی اون عامل نگران کننده دور میکنه. قرار نیست بچه ما با تمام جزئیات در معرض خطر در واقع شنیدن اخبار ناگوار باشه. پیشنهاد من پس اینه که یک، والدین کانال ها رو محدود کنن، زمان رو مدیریت کنن، محدود بکنن به اخباری که لازمش دارن و حیاتیه، به اخبار و حواشی نپردازن. کودکشون با در واقع اجازه اونها، با میزانی که اونها مجاز میدونن دسترسی داشته باشه به اخبار و به خصوص تو فضای مجازی. به خصوص تو فضای مجازی همیشه ما میگفتیم بچه رو نباید رها کنید، الان تاکید میکنیم بچه اصلا نباید تو فضای مجازی رها باشه، هر شبکه و هر کانالی که دلش میخواد در واقع سر بزنه. ما میتونیم، گفتم خدمتون، قرار نیست اخبار رو سانسور بکنیم، ولی قراره در حد فهم و در واقع شناخت بچه‌مون اون اخبار رو باهاش در میون بذاریم. خانم دکتر، این باوری که اگر در یک شرایط ترس، در یک شرایط خطر تمرکز ما از موضوع برداشته بشه، مثال عرض میکنم، من این که خب این وقایع تلخی که اتفاق افتاده، جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو دیدم، میدونم چه اتفاقی در کشورم افتاده، در حین همون مثلا یک فرصتی پیدا میشه 2 ساعت میخوام مطالعه بکنم یا مثلا فیلم سینمایی ببینم، حتی فیلم طنز ببینم، کاملا تمرکز رو از موضوع ترسناک برمی‌داره، بار ترس رو از روی دوش من برمی‌داره. 2 ساعت انگار ذهن من استراحت میکنه از موضوعات ترسناکی که شاید پیرامون من هست. این ما رو سوق میده به سمت اینکه در قبال بچه‌ها یک فعالیت جمعی انتخاب بکنیم، بشینیم با هم یک تعاملی بکنیم که باعث بشه این بار ترس کم بشه. چه پیشنهادایی داریم خانم دکتر؟ شما خیلی به موضوعات خوبی اشاره میکنید. یکی از نکاتی که وجود داره اینه که نیا کنین شرایط جنگ چرا برای بچه‌ها، یکی از دلایلی که برای بچه‌ها خیلی ترسناک میشه اینه که احساس میکنن کنترل خودشون رو روی موضوع از دست دادن، کنترل و تسلطی که رو زندگی داشتن، اون روتین زندگی که بهش عادت داشتن اون از دست میره و حالا نگرانن که آینده چی میشه. من میخوام یه خورده صحبت رو ببرم قبل از حتی فرمایش شما، قبل از فعالیت‌های گروهی. والدین باید تلاش بکنن شرایط روزمره‌ای که تا حالا داشتن و با بچه‌شون یه زندگی پایدار داشتن اون شرایط رو حفظ بکنن. ببینین حتی الامکان تا حدی که میشه مثلا چیکار بکنن؟ محیط خونه از تنش‌های بیجا، تنش‌های روزمره‌ای که ممکن بود قبلا بود، دلیلی هم نداشت میشد حذفش کرد، ولی حالا والدین داشتن دیگه، الان حتما در واقع حذفش بکنن. بحث و جدل‌های در واقع بیخودی که گاهی وقتا بین بزرگترها اتفاق میفته و برای بچه‌ها قبلا آزاردهنده بوده دیگه الان میشه یه بار اضافه، اونها در واقع برداشته بشه. عادات روزمره‌ای اگه داشتن، خانواده عادت داشتن ساعت 8 شب سفره شام پهن می‌شده، تا حد امکان همون اتفاق بیفته. خانواده عادت داشتن ساعت 11 شب، من مثال دارم عرض می‌کنم، برق خونه خاموش میشه، ساعت خوابه. حتی الامکان ساعات خواب حفظ بشه، ساعات تغذیه حفظ بشه. عادت‌هایی که ما داشتیم تو زندگیمون، عادت‌های روزمره، اونا برای بچه حفظ بشه. خیلی از والدین در طول روز عادت داشتن 1 ساعت برای بچه کتاب می‌خوندن، با مامان با هم کاردستی درست می‌کردن، با بابا تو خونه فوتبال بازی می‌کردن. همون هر کسی نشه. هر بچه‌ای هر چیزی رو که داشته در طول روز، اونها لطفاً در واقع نه تنها حذف نشه بلکه اضافه بشه. یعنی حالا میرسیم به فرمایش شما. من پیشنهاد میکنم والدین بازی‌های آرامی که با کودک داشته باشن که تمرکز کودک از روی مسائل نگران کننده بیاد روی مسائلی که براش آرام بخش هستن و نشان دهنده اینه که وقتی والد میگه من کنارتم، مراقبتم، این گفتگوه. یه وقتی هست والد داره با این کارش، با نشستن پیش بچه، نقاشی کردن، بازی‌های ساده‌ای که بچه بلده، اینو به بچه نشون میده که زندگی جریان داره، من در کنار تو هستم. کارهای اضافه تری هم میشه کرد. حالا تا شما زمانی که شما فرصت داشته باشین بگید که من سلام الان سرفصلی میشه بهشون اشاره کرد، بگید داره چه کاری. بله. یکی از چیزای دیگه اینه که قرار نیست که بار احساسی رو دوش بچه‌مون بذاریم.
چجوری مسئولیت بچه رو زیاد کنیم. مثلا با همون نکته که عرض کردم خدمتتون، قرار نیست والدین انکار بکنن ترس خودشون رو، استرابشون رو. گاهی والدین فکر میکنن خوبه که یه نقش اضافه به بچه بدن. مثلا تو از امروز مرد خونه ای، تو از امروز مراقب مایی. همون که عرض کردم خدمتتون، مرد که گریه نمیکنه، یه دختر خوب که مثلا این کارو نمیکنه. اینا دادن بار اضافه مسئولیت به بچه هاست، در حالی که نمیتونن بکشنش. بار براشون اضافه است. این بارها رو به بچه ندیم. حتی الامکان به بچه نشون بدیم که اوضاع تا حد ممکن تحت کنترل ما هست. یه کار آسون میشه برای بچه‌ها کرد. اونم اینه که در شرایطی که میشه به بچه‌ها حق انتخاب بدیم. تو چیزای ساده، مثلا این غذا رو امروز درست کنم یا اینو، نقاشی کنیم یا کاردستی درست کنیم. نمیدونم، چیزایی که برای والدین مقدوره ممکنه، ولی این احساس رو ناخودآگاه به بچه میده که اوضاع اونقدر هم غیر قابل کنترل نیست. بله حتما. خانم دکتر خیلی از شما تشکر میکنم. کلام و گفتار خیلی در واقع شیوایی رو از شما شنیدیم که همشون به زبان ساده بود، مخاطب ما میتونه ازش استفاده بکنه. خانم دکتر شیرزاد بازم ممنونم، سپاسگزارم. اما مخاطبای عزیزمون خدمتتون عرض بکنم که همونطور که در کلام خانم دکتر در همه جملات میشد حس کرد، موضوع زندگی همدلانه ما با افرادی که پیرامونمون هستن جریان داره و ادامه داره. ما در کمپین ایران یار تلاش میکنیم و سعی میکنیم که اون نکاتی که لازم هست رو در اختیار شما بذاریم تا بدونیم که این زندگی همدلانه با این سرفصل‌هایی که بهشون اشاره میشه میتونه که ادامه پیدا بکنه و ما در آسایش، آرامش و شادی در میهن عزیزمون ایران به زیستنمون ادامه بدیم. یه پیشنهادی هم که براتون دارم اینه که حتما عضو ربات و بازوی ایران یار بشید، بتونید استفاده بکنید از امکاناتش. خیلی ممنون، سپاسگزارم که این گفتار